مؤسسه خیریه امام جواد علیه السلام از بدو تأسیس تا کنون توجه خاصی در امر آموزش و پرورش فرزندان این مرز و بوم داشته است. این مؤسسه همواره از دانش آموزان محترم بی‌بضاعت از مهد کودک تا مقاطع عالی تحصیلی حمایت نموده و الحمدلله با مساعدت به این عزیزان که بسیاری از آنان از استعداد فوق‌العاده‌ای بهره مند میباشند، نیروهای متعهد و متخصص که برای خود و جامعه مفید میباشند تربیت نموده است. یکی از اقدامات مؤسسه خیریه امام جواد علیه السلام در آغاز هر سال تحصیلی تهیه کیف و لوازم التحریر برای دانش آموزان محترم تحت پوشش در شهرهای هرات، کابل، فراه و مشهد مقدس می باشد. از شما نیکوکاران عزیز خواهشمندیم تا در این امر خداپسندانه اشتراک نموده و با تقبل هزینه یک یا چند مورد لوازم التحریر دین خود را نسبت به هموطنان نیازمند خویش ادا نمایید. خداوند متعال به تمامی شما خیرین ارجمند سلامتی و برکت عنایت فرماید.